سری چنل هستش تو تلگرام خاله مثلا صوفیا. بله آفرین. مثلا یه دونه داریم خاله حالا محمد. گوش کن اینجا رو. نه 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 ببین آقا پول میذاریم رو هم تهش میخواد یه کار چند بگه، خیلی بخواد بالا بگه 25,000 تومان 45 دقیقه کال، درسته؟ او خب آقا 25,000 تومان رو بس میگیم تقسیم بر 3 میکنیم، هر کدوم میریزیم توی حساب. خفه شو سیاپوست، دهن گالتو ببند. بکنم مشتی رایگان. راست بگی 25,000 تومن هم نمیخواد بدی. امیرعلی نه داداش یکی از داداش، دروغ که رفیقامه. نمیگم. امیرعلی یکی از رفیقامه داداش. یه گپ داره همه دخترا میان بالا، همه کسشون رو میندازن بیرون مشتی. من بیرون همین الان نندازن، خب ریم میزنن. داداش خب می‌دونی مثلا از من اینم بدی. مثلا من مثلا نازک میرم میگم آه کونی آقا بعد داداش دوش ببین این اولین نداشت محمد مسخره رفت بازی تو چی. اس محمد من رفت تو اولین اس صدا بود که میگه آه بعد ما زهرا میاریم از زهرا محمد وقتی میدونم رفیقم فنبویه ولی نمیتونم ثابتش کنم. بعد بعد دارم بهت میگم آجی سمای تلگرامی هستن یا رو عکس کیر میذاره پروفش میگه دختر به دگامش شروع داریم. مرسی. گروهتون چیه؟ فنبوی. خب ببین حالا میرسه به موضوع مهم، داداش نکن هر گروه یه اسم خیلی خفن هم میخواد دیگه. ببین بر فرض مثال ما نمیتونیم بذاریم سگ های الماسدار، میبینی یکم اسمش زایه است، یعنی قشنگ آره سگ داداش. مستان. نه اسم نه گروه رو میذاریم عاشقان فنبوی. نایس. نه کس خود خیلی قدیمیه. ببین و الان جهاد یه در راه پیج هستش خدا. فکر یا من گاله رو ایده ببند تو رو خدا. زیر ببین دستان داداش سرهنگ جهان اینا میده خوبیه. سرنگ شاشیدم دهنه اون کلاکی گاله رو ایده ببند. شاشیدن تو مملکت. داداش الان میان تو گونی ما رو میبرن. ساکت خطر در کمین است. فانتوم بره تو اون کونه داره مثل اینکه رفت تو محمد بکننمون داش گونی بهتر از این بود. بگو جان داشتیم. ببین نکن یه دونه پیج هستش فکر کنم آجی بشناسید، اسمش اول سیاوش بود بعد کم کم شد سیافوش. آفرین بزنی سیافوش هم حاجی الان تو اینستاگرام هم هست. آفرین. خب نکن حاجی الان حاجی یارو کل محتواش چیه؟ میره گیم میزنه یا ایستا میره فوش خوار مادر میگه سرش. میدونم بابا. اسم گروه یه وایس اسم گروه میذارین سرهنگ، بعد که معروف شدین میذارین سرتنگ. سرتنگ اسم خفن تریه. آره سرتنگان. نه سرتنگ بهتره. سرتنگ سرش تنگه. بابا این سرنگ رو ببرید آدم نمیشه. مچی من اصلا خدام. ببین حالا میگه چیکار میکنیم گوش کن. حالا یه اسم خفن باید پیدا کنیم. ببین ملت از اسم میفهمن حاجی اون پیج پوستره یا نه. چرا؟ چون حاجی حوصله ندارن. یارا کنگو شده. ببخشید ایرانی جماعت کنگو شده. تو الان داشت مثلا فکر کن یه پیج مورد علاقه 20 تا استوری گذاشته باشه، تو تهش بتونی یه دونهشو ببینی، 20 تاشو با هم که نمیبینی، ادامهش هم همینجوری میری تا پیج بعدی. قبول داری محمد اینو؟